جنگل‌های هیرکانی. آرمیده در پای البرز، سیراب از سخاوت کاسپیان، میراثدار عصر یخبندان. میلیون‌ها سال قبل جنگل‌های معتدله بخش‌های وسیعی از نیمکره شمالی زمین را پوشانده بود. اما فرارسیدن عصر یخبندان و سرمای بیپایان بر حاکمیت این جنگل‌ها بر این نیمکره پایان داد. تنها بخش‌های کوچکی از این جنگل‌ها به دلیل موقعیت‌های خاص جغرافیایی در برخی نقاط کره زمین به حیات خود ادامه دادند که از آنها به عنوان بازماندگان عصر یخبندان یاد می‌شود. یکی از این بازماندگان کهنسال که از آن به عنوان فسیل زنده یا موزه طبیعی و مادر جنگل‌های جوان اروپا یاد می‌شود، جنگل‌های هیرکانی شمال ایران است. جایی که زمین چون فرشی سبز بر پستی و بلندی‌های دامنه شمالی البرز گسترده و به آسمان پیوسته است. طبیعتی شگفت که حکایت از میلیون‌ها سال تکامل گونه‌های گیاهی در پناهگاهی امن میان رشته کوه‌های البرز و دریای کاسپیان به دور از سرمای بیپایان دوران سوم دارد. اینجا جایی است که روح انسان به طبیعت وصل می شود و به خلسه‌ای عمیق فرو می رود. انسان با ورود به این جنگل‌ها دستخوش تحولی عظیم شده و آرامشی شگرف او را در بر می‌گیرد. این طبیعت بی‌نظیر با درختان بلند و گاه غول پیکر خود روح انسان را در بر گرفته و به دنیایی خارق العاده میبرند. گیاهان چه غول پیکر باشند و چه میکروسکوپی، ریه های تنفسی زمین هستند و زندگی همه جانداران از جمله خود ما به آنها وابسته است. امنیت غذایی و دارویی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی ما وابسته به ذخایر ژنتیک بی‌نظیر جنگل‌های هیرکانی است. شاید برای هر لقمه غذایی که می‌خوریم و هر نفسی که می‌کشیم به آنها وابسته ایم. 8B.4 adopted. جنگل‌های هیرکانی در تاریخ 10 جولای 2019 در 43مین گردهمایی جهانی یونسکو به عنوان دومین میراث طبیعی ایران به ثبت جهانی رسید تا این میراث باستانی و یگانه به نام ایران و برای جهانیان تا ابد باقی بماند. بسیاری از گونه‌های گیاهی این جنگل‌ها منحصر به همین خطه سرسبز باستانی است که از جمله آنها می‌توان به گونه انجیلی اشاره کرد که با رنگ‌های شاخص طبیعی خود در پاییز چشم‌اندازی ویژه به این جنگل‌های بی‌نظیر می‌بخشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی میتوان به اعماق این جنگل‌های بکر نفوذ کرد و شگفتی زندگی را در عمق این میراث باستانی بی‌نظیر به تصویر کشید.
از سواحل کاسپیان و جنگل‌های جلگه‌ای تا ارتفاعات بلند رشته کوه‌های البرز، از ژرفای جنگل‌های پهنبرگ خزان کننده و رقابت برای بقا تا روابط حیاتی و درهم تنیده گیاهان و جانوران و در نهایت تأثیر آن بر هزاران سال زندگی انسان در این خطه بی‌نظیر. با وجود همه این زیبایی‌ها، سایه تهدیدات بسیاری بر پهنه این میراثدار عصر یخبندان گسترده است. تغییرات آب و هوایی و پدیده گرمایش جهانی و پیشینه هزاران سال همزیستی با انسان از آسیب‌های فراوان به این جنگل‌های باستانی و یگانه حکایت می‌کند. با این حال امید هنوز در این خطه سحرآمیز یگانه حضور دارد و دستهای سبز و بخشنده آن به سوی ما گشوده است. شاید بتوانیم تا فرصت هست از این موهبت خداوندی حفاظت کنیم.